به نام خدا سلام. به کانال لرن ترکیش خوش اومدین. امروز قراره با همدیگه کلمات متشابه در زبان ترکی ولی معنای متفاوتی دارن. یعنی دو کلمه با هم همینطور تلفظ میشن ولی معناشون فرق داره. خب بریم برای شروع. خب در زبان ترکی ما میگیم جلن. جلن دو معنای متفاوت داره. یکی به معنای عروس، یکی هم بیاین. جلن بیاین، عروس. خب üzüm دو معنای متفاوت، انگور و صورتم. üzüm به انگورم گفته میشه، صورتم گفته میشه. یکم اوتر گفته میشه، مثلا özüm میشه خودم، özüm. حالا بریم برای بعدی. جون. اینجا جون به معنای روز هم میشه، خورشید هم میشه. مثلا یک روز، bir جون. یا مثلا خورشید، جون. بریم برای بعدی. آی یه ماه سال داریم، یه دونه هم ماه که بالاست. یه دونه هم ایچ یعنی بخور، بنوش. یه دونه هم داخل، ایچ میشه داخل و بخور یا بنوش. جول به معنای یه دونه گل، یه دونه هم بخند. فعل امرم گفته میشه، مثلا میگه جول بخند. خب ممنونم از حمایتتون. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب کافی است. ممنون.